سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: تسلط نیروهای امنیتی افغان بر مناطق مرزی در امتداد خط فرضی دیورند، دیدار وزیر صنعت و تجارت با معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در افغانستان و واکنش سازمان ملل به جنگ جاری خاورمیانه. امروز پنجشنبه ششم ماه حمل سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. مفتی عین آیت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای دفاعی امارت اسلامی افغانستان به گونه جدی به دفاع و حفاظت از هر وجه به خاک کشور خود متعهد هستند. آقای خوارزمی تاکید کرده که در امتداد خط فرضی دیورند تمام مناطق تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد و برای حفاظت از برخی مناطق صعب العبور نیز تعهد جدی وجود دارد. با گفته سخنگوی وزارت دفاع ملی، هیچ کس نباید در مورد هیچ بخشی از خاک افغانستان نگرانی داشته باشد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت با آندریکا راتواتا معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در افغانستان دیدار کرده است. وزارت صنعت و تجارت میگوید که دو طرف در این دیدار پیرامون موضوعات تجاری و اقتصادی گفتگو کردند. در این حال معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در این دیدار ضمن صحبت در مورد کارکردهای خود از پایان مأموریتش در این کشور به وزارت صنعت و تجارت اطلاع داده و آرزوی موفقیت برای معاون بعدی کرده است. مجیب الرحمن عمر آخوندزاده معین آب وزارت آب و انرژی در فرم بین المللی هفته آب که در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد اشتراک و سخنرانی کرد. آقای آخوندزاده در سخنان خود بر اهمیت توزیع عادلانه آب میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه، تقویت دیپلماسی آب، استفاده از تکنولوژی نوین در مدیریت آب و ضرورت همکاری‌های مشترک در برابر تغییرات اقلیمی تاکید کردند. وی همچنان تصریح کرد که امارت اسلامی افغانستان در بخش مدیریت آب به حقوق کشورهای همسایه خود متعهد است. و در اخیر آنتونیو گوتریش دبیر سازمان ملل میگوید که جنگ در خاورمیانه از کنترل خارج شده و این جنگ بیشترین ضربه را به کسانی میزند که هیچ مسئولیت ندارند، از جمله فقیرترین و آسیبترین افراد. آقای گوتریش در صفحه ایکس خود تاکید کرده که جنگ راه حل نیست. دیپلماسی، احترام به قوانین بین المللی و صلح راه بیرون رفت از این فاجعه است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.